رفقا سلام. اگه دوست دارین از این ویدیوها درست کنید همراه من باشید. وارد برنامه کپکات میشیم. در قسمت نیو پروژکت فیلم اولمون رو که هودی دستمونه و میزنیم به دیوار وارد میکنیم. به علاوه رو میزنیم و فیلم دوم که هودی تنمونه از اون قسمت با فشار داریم میایم بیرون رو هم وارد برنامه میکنیم. روی فیلم اول ضربه میزنیم. دقیقاً در قسمتی که هودی رو با فشار به دیوار میکوبیم اسپلیت میکنیم و قسمت بعدی رو حذف میکنیم. روی فیلم دوم ضربه میزنیم و دقیقاً از همون قسمتی که با فشار از دیوار میایم بیرون رو قبلش رو اسپلیت میکنیم و حذف میکنیم. فیلم ما میشه یه چیزی توی همین مایه ها که دارین میبینین. فیلم دوم رو ضربه میزنیم روش و میریم در قسمت انیمیشن. انیمیشن گزینه شیک 2 رو انتخاب میکنیم و مطابق شکل از دیوار میایم بیرون. فقط تنها کاری که میمونه روی فیلم اول باید ضربه بزنید، در قسمت اسپید، کرو و کاستوم رو انتخاب بکنید و انتهای فیلم مطابق تصویر اسپید فیلمتون رو ببرین بالا. خیلی ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. امیدوارم دوست داشته باشین این آموزش رو. لایک و کامنت هم یادتون نره.